سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 31 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور، قطعه جغتایی یا جغتایی که قطعه بسیار بسیار رایج و متداول در ردیف هست رو با هم دیگه اجرا بکنیم و نمونه‌های مختلف صوتیش رو با هم دیگه بررسی کنیم. قبل از هر چیز ممنون میشم که لطفاً حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، یه کامنت بذارید، این پست رو شیر بکنید، حمایت بکنید که این ویدیوها رو با همدیگه هرچه بهتر ادامه بدیم. بچه‌ها واقعا یه لایک کردن ساده هیچ کاری برای شما نداره، ولی میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به بیشتر دیده شدن این ویدیوها و انگیزه بیشتری به من بده برای ادامه این مسیر. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. این قطعه جغتایی رو توی این کتاب به صورت دوچار نوشته شده و کلا الگوی مضرابیش از اول تا آخر به صورت دوتا راست دوتا چپه، راست راست چپ چپ، راست راست چپ چپ، از اول تا آخر همینه. به خاطر همین یه مقدار کارمون رو ساده کرده و خب از نظر نوتی هم کلا قطعه ساده ایه. فقط کافیه که اون مسیر حرکت ملودی رو یاد بگیرید و بر اساس اون تمرین بکنید. حالا اجراش میکنیم و بعد در آخر بهتون میگم که چطور این رو توی ردیف، هم توی ردیف دوره ابتدایی هم توی ردیف سبا، چطور از این ملودی استفاده شده. خب نوتامون هست فا لا لا لا، دو لا لا لا، که همه نوتا از اول تا آخر نوت چنگه تو این قطعه، پس به صورت یک و دو و میشماریم. پس داریم فا لا لا لا، دو لا لا لا. شمارشش یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و. میریم سراغ جمله بعد. فا لا لا لا، میریم خط دوم، سی دو دو دو، سی لا لا لا، دو سی سی سی. این چهار تا میزان رو اجرا میکنم. فا لا لا لا، سی دو دو دو، سی لا لا لا، دو سی سی سی. شمارشش هم که واضحه، یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و. ادامه میدیم از میزان آخر خط دوم، لا سل سل سل، سی لا لا لا، سل فا فا فا، سی لا لا لا. میزنمش لا سل سل سل، سی لا لا لا، سل فا فا فا، سی لا لا لا. شمارشش یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و اینجا یک جمله ما کامل میشه. میرسیم به یه علامت دولا خط تکرار که باید برگردیم از اول تا اینجا رو تکرار کنیم. این قسمت رو بشنویم. بعد از این علامت دولا خط تکرار دوباره اون پایه تکرار میشه. پایه اون بخشی هست که توی قطعه تکرار میشه. فا لا لا لا، دو لا لا لا، که دوباره همین دو میزان تکرار میشه که اینو دیگه میدونیم چیه. بعد از این قسمت پایه از خط چهارم میزان دوم، بعد از علامت تکرار داریم فا لا لا لا، سی دو دو دو، فا می می می، ر دو دو دو. حواستون به میکرون ها باشه، میکرون ها باید خرک اول اجرا بشن. اجراش میکنیم رو ساز. فا لا لا لا، سی دو دو دو، فا می می می، ر دو دو دو. جای اجرای می ها رو حواستون باشه. می که رو خط اوله و علامت کرون داره میشه خرک اول سیمای سفید. می که بین خط 4 و 5 و علامت کرون داره میشه خرک اول سیمای پشت خرک. بچه‌ها اینا رو تو این سطح دیگه باید بلد باشید. اگر تو این مسائل مشکل دارید، اول که یه ویدیو در مورد علامت‌های نوت‌های می و فا، جایگاه نوت‌های می و فا هست توی کانال، میتونید برید اون رو نگاه بکنید. و دومی که دیگه به اینجا که میرسید دیگه واقعا مشکلاتتون رو باید با این می و فا حل کرده باشید. خیلی کامنت میگیرم که دوربین رو از بالا روی سنتور نشون بدیم. واقعا لزومی من نمیبینم. شما به عنوان نوازنده‌ای که دارید حرفه‌ای مسیر رو پیش میرید، اگر جایگاه نوت‌ها رو روی سنتور بلد نیستید، نباید الان اینجا باشید، نباید این قطعه باشید. باید برید قطعه‌های ابتدایی کتابو کار بکنید، جایگاه نوت‌ها رو یاد بگیرید و الان دیگه ما نوت‌خوانی می‌کنیم، شمارش رو انجام میدیم و روی ساز اجرا می‌کنیم. اینو دیگه باید شما بلد باشید به عنوان نوازنده. پس اینو در نظر داشته باشید. اگر با می و فا مشکل دارید، حتما اون ویدیویی که مربوط به
جایگاه نوتای می و فا هست رو برید ببینید و اینو دیگه برای همیشه این مشکل رو حل بکنید. خب ادامه میدیم. خط پنجم، میزان دوم، سی لا لا لا، سی دو دو دو، ر سی سی سی، ر دو دو دو. میزنمش. سی لا لا لا، سی دو دو دو، ر سی سی سی، ر دو دو دو. و بعد دوباره پایه تکرار میشه. این جمله رو اجرا میکنم که بشنوید. فا لا لا لا، دو لا لا لا، فا لا لا لا، دو لا لا لا. بسیار عالی. خب میریم سراغ ادامه قطعه که پایه میاد بالا، پایه میاد رو فا و دو. میزنیم فا دو دو دو، می دو دو دو. اجرا میکنم این پایه رو. فا دو دو دو، می دو دو دو. اینجا دقت کنید، می بمول حرکت هشتم میزنیم. یک و دو و، یک و دو و، یک و دو و، یک و دو و بعد ادامهش که تکرار قبله. فا لا لا لا، سی دو دو دو، سی لا لا لا، دو سی سی سی، لا سل سل سل، سی لا لا لا، سل فا فا فا، سی لا لا لا. و دوباره پایه فا لا لا لا، دو لا لا لا. اجراش میکنم. فا لا لا لا، سی دو دو دو، سی لا لا لا، دو سی سی سی، لا سل سل سل، سی لا لا لا، سل فا فا فا، سی لا لا لا. خیلی خب، میریم به سراغ عبارت بعدی که دیگه عبارت پایانی میشه. فا لا لا لا، سی دو دو دو، ر می می می، فا سل سل سل. این چهارتا رو اجرا میکنم. فا لا لا لا، سی دو دو دو، ر می می می، فا سل سل سل. به همین شکل میره بالا ادامش. لا سی 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 و بعد برمیگرده دو سی سی سی، لا سل سل سل، فا می می می. اینجا می کرونه، حواستون باشه. ادامهش رو خط یکی مونده به آخر. ر دو دو دو، سی لا لا لا، سل فا فا فا، سی لا لا لا. و جمله تموم میشه. پس یه بار دیگه از شروع این قسمت که میره بالا میزنم. فا لا لا لا، سی دو دو دو، ر می می می، فا سل سل سل، لا سی سی سی. برمیگردیم پایین. لا سل سل سل، فا می کرون، ر دو، سی لا، سل فا، سی لا. و بعد پایه دوباره تکرار میشه توی آخرش. و در نهایت به یه جفت لا قطعه تموم میشه. خب یه دور از اول تا آخر براتون با مترونوم میزنم. سرعت قطعه رو 56 گذاشته کتاب. سرعت پایینیه. سرعت 56 دو ضربی به این شکل میشه. یک و دو و، 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 یک و دو و.
بسیار بسیار قطعه خوبی هست برای اینکه کنترل دست چپ رو برای کسایی که راست دستن و برای کسایی که چپ دستن کنترل دست راست رو بالا میبره. شما باید ضرباتون رو با کنترل بزنید. معمولا اون دستی که دست تخصصی ما نیست معمولا زودتر از تایم خودش میزنه و اینو باید کنترل بکنید که دقیقاً سر جای خودش اجرا بکنه. و بعد حالا میتونید بعد که خوب قطعه رو یاد گرفتید و با مترونوم دقیق اجرا کردید، بعد میتونید سرعتش رو ببرید بالاتر یه ذره، مثلا اینطوری بزنید. و حالا این ملودی رو استاد پایور توی کتاب ردیف ابتدایی به صورت دولاچنگ نوشتن. اینجا به صورت چنگ هست، اونجا به صورت دولاچنگ شده، یعنی همه چیز 2 برابر میشه، سرعت 2 برابر شده، ولی سرعت حرکت ملودی عوض نشده. میدونید چطوری؟ ببینید به جای اینکه بزنیم فا لا 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 دو لا لا لا، عملا ما داریم اینو میشنویم فا لا دو لا فا لا دو لا، ملودی تبدیل به این شده فا لا دو لا فا لا دو لا. اجرای ما 2 برابر شده ولی حرکت ملودی همونه، عوض نمیشه. این چیزیه که ما توی ردیف ابتدایی میزنیم. یه چیزی که توی ردیف استاد صبا میشنویم همین رو به صورت آوازی و حتی با شعر آورده استاد صبا، به این شکل میشه. شعری که داریم روش اینه: من شراب می خورم به یار می خورم پیاله های پر زمین به بانگ آروم می خورم ببینید با یه ملودی ساده با 3 تا حالت مختلف قطعات رو نوشتن و خب مدل های دیگه هم قطعا میشه نوشت. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. این قطعه رو حتما اجرا بکنید، خیلی کمکتون میکنه که هم این ملودی رو خوب یاد بگیرید و به خاطر بسپارید و همین که از نظر فیزیکی و اون هماهنگی دست و ذهن خیلی خیلی قطعه
مفیدیه. یادتون باشه که حتما لطفاً کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، کامنت بذارید، پست رو شیر بکنید، حمایت بکنید که این مسیر رو با هم دیگه ادامه بدیم. خوب و خوش باشید.